قربانی فقط از 3 نوع حیوان ها می شود: گوسفند، گاو، شتر. و این 3 حیوان نوعهای 2 نوعه دارد. گوسفند 2 نوع است، یعنی بوز به نوع گوسفند شامل می شود. بنابراین تقریبا طعم گوشتاش هم به همدیگر نزدیک است. بوز و گوسفند یعنی به جنس گوسفند می دارد. بهترین اینها گوسفند است. گاو و گاومیش هر دوی اینها اجازت است سن و سال آنها 2 ساله گذشته باشد و یک گاو را می تواند 7 عائله شریک شده قربانی کنند و بعد بین همدیگر تقسیم کنند. و بهترین نوع گاو این گاو است، نه گاومیش. اما بین شترها بهترین شتری 1 سنمه هست. شتری 2 سنمه می شود و شتری 1 سنمه می شود. شتری 1 سنمه بهتر است، برای آنکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با شترهای 1 سنمه قربانی کردند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.